بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما قرآن دوستان، همه شما عزیزانی که به خاطر عشق و محبت به قرآن مجید، به کلام الله متعال جمع شدید تا به همراه هم گامی برداشته باشیم در راه یادگیری و تعلیم قرآن کریم. به برنامه روحانی قرآن کریم خوش آمدید. در دومین برنامه از این مجموعه برنامه ها الله متعال رو شاکریم از اینکه این فرصت، یعنی خدمت به قرآن کریم رو به ما و همکاران بنده عطا فرمود تا با همراه شما عزیزان و خوبان پای رحل قرآن کریم بنشینیم و با هم آغاز بکنیم مسیری رو بسیار مبارک، مسیری بسیار ارزشمند در جمعی بسیار زیبا. چه جمع زیبایی است، جمعی که به خاطر قرآن کریم اطراف هم گرد میان عده‌ای و تلاش میکنن تا کلام الله متعال رو بهتر یاد بگیرن. در برنامه گذشته برادر بزرگوار و استاد عزیزم جناب استاد ماجد عباسی درباره قرآن کریم مقدمات بسیار مهم و ارزشمندی رو خدمت شما عزیزان عرضه فرمودن و نیازی نمیبینم تا اونها رو دوباره تکرار بکنیم و قرار بود که در این برنامه، یعنی دومین برنامه آموزش روحانی و تصحیح تلاوت قرآن کریم، یا به تعبیر ساده تر برنامه روحانی قرآن کریم، آغاز بکنیم درس های روحانی قرآن کریم رو به همراه شما عزیزان. اما لازم میبینم که قبل از اینکه ما این موضوع رو، یعنی اصل درس های روحانی رو به همراه شما عزیزان آغاز بکنیم، یک مقدمه بسیار کوتاه درباره خود نحوه عملکرد ما در این برنامه و نحوه کارمون رو برای شما عزیزان توضیح مختصری بدم. همون گونه که از اسم برنامه مشخص است، این برنامه یک کلاس آموزش روحانی قرآن کریم هست و به هر حال انتظار و توقع ما از این برنامه و چشم داشت ما از این برنامه این هست که به امید الله متعال و با یاری و همکاری شما عزیزان ما انشاءالله شروع بکنیم از قواعد اولیه روحانی قرآن کریم، یعنی از الفبای اولیه قرآن کریم انشاءالله، و به تعلیم روحانی قرآن کریم میپردازیم در جلسات اول انشاءالله تا حداقل 10 برنامه. ما انشاءالله فقط درباره قواعد روحانی قرآن و مثالها و نمونه‌ها و تمرین‌های در این باب خواهیم داشت و از پرداختن به مسائل تجوید و مسائلی که به مخارج حروف مرتبط میشه ما به خاطر اولویت بندی در کار ما پرهیز میکنیم. طبیعتاً مسئله آموزش روحانی قرآن کریم مراحل مختلفی داره که ما از ابتدا آغاز میکنیم و نمیتونیم در یک برنامه یا 2 برنامه یا چند برنامه اولیه تمام موارد رو ما شروع بکنیم به همراه هم پیگیری بکنیم و یا بخوایم در یک برنامه یا چند برنامه اولیه ما همه موارد رو تدریس بکنیم و با همراه شما عزیزان تمرین داشته باشیم. مجال برنامه اجازه نمیده و اصلا کلا وقتی که ما صحبت میکنیم از آموزش روحانی، انتظار ما هم از این برنامه همین است که ما از اول شروع بکنیم. با این پیش‌فرض گفتیم، قبلا هم اشاره کردم خدمت شما عزیزان، ما این برنامه رو با این پیش‌فرض آغاز میکنیم که عزیزانی که مخاطب این برنامه هستن روحانی فارسی رو بلد هستن، یعنی میتونن فارسی بخونن و فارسی رو راحت میتونن که به هر حال حالا حداقل بخونن، حالا اگر نوشتن هم شاید زیاد دقیق 100% نتونن در امتحان املا موفق باشن، اما حداقل روحانی فارسی رو بلد باشن. و ما بعد با این پیش‌فرض برنامه رو آغاز میکنیم و درسمون رو از اینجا آغاز میکنیم و اون الفبایی رو که نیاز هست در ابتدای
روحانی قرآن کریم عزیزان مد نظر داشته باشن، ان شاءالله به همراه شما مرور خواهیم کرد و در هر برنامه درس هایی خواهیم داشت، یا یک درس یا دو درس نهایتاً، و تمرین هایی رو در قالب همون درسی که مطرح میشه به همراه شما عزیزان داریم و در قسمت دوم هر برنامه هم ان شاءالله تماس های شما عزیزان رو خواهیم داشت و تماس ها هم منحصر میشه به موضوع برنامه. یعنی ما در همون درسی که دادیم ان شاءالله یک بخشی از تماس ها عزیزانی که تماس میگیرن درباره همون درسی که داده شده و تمریناتی که ان شاءالله پخش خواهد شد و به همراه شما عزیزان خواهیم رفت در همون تمرینات با ما مشارکت میکنن و عزیزانی که روحانی بلد هستن، یک مرحله جلوتر هستن، در بخش تصحیح تلاوت هم سوره های معینی رو که ما مشخص میکنیم برای شما عزیزان به خاطر نظم در کار ان شاءالله همون سوره ها رو تلاوت خواهند کرد. پس ما در این برنامه چشم انداز اولیه ما ان شاءالله اول تعلیم روحانی هست و در قسمت های اول از پرداختن به مسائل تجویدی و مخارج حروف ما پرهیز میکنیم، به خاطر اینکه تراکم کار شاید سبب بشه که عزیزان در ابتدای کار اگر ما این مسائل تجویدی رو هم بخوایم شروع بکنیم شاید احساس بکنن که کار سخت است. نه، کار بسیار آسان هست، اما این قول رو از شما عزیزان میگیرم که ما رو همراهی بکنید در این برنامه ان شاء الله، در برنامه آموزش روحانی قرآن کریم و بیاری الله متعال این اطمینان رو به شما عزیزان خواهم داد بر اساس تجربه‌ای که در این کار داشتیم به همراه عزیزانی که ما بودن در سالهای گذشته در این باب، که ان شاء الله اگر ما رو همراهی بکنید در این مسیر با امید الله متعال در کمتر از 15 برنامه، یعنی بعد از 10-12 برنامه ان شاء الله من به این امیدوارم که هر گوشه از کلام الله مجید رو که باز بکنید برای روحانی قرآن کریم ان شاء الله دچار مشکل نخواهید شد. یعنی حداقل اینه که میدونید که چطور بخونید. ما وقتی که صحبت از روحانی میکنیم به این معنا نیست که ما اصلا اشتباه نخونیم. شاید یک حافظ قرآن کریم هم حتی بعضی وقتا که تلاوت میکنه در بعضی از مخارج، در بعضی از حرکت‌ها فتح و کسر جای دچار اشتباه بشه، این چیز کاملا عادی هست. یا یک قاری قرآن کریم هم شاید جاهایی رو فتح و کسری رو اشتباه بکنه یا یک کمی مکس بکنه در تلاوت. ما در مرحله اول شروع میکنیم به شناخت حروف، بعد کم کم شروع میکنیم به خواندن کلمات و کم کم شروع میکنیم به خواندن آیات. سرعت در ابتدا طبیعتاً کم خواهد بود و بعد سرعت اضافه میشه. بعد از اینکه ان شاء الله در روانخوانی در روحانی ما ان شاء الله قواعد اولیه رو به همراه شما عزیزان بررسی کردیم، بعد به روانخوانی میپردازیم، بعد قواعد روانخوانی و بعد از اون ان شاء الله به مباحث تجویدی و حسن تلاوت در بحث مخارج حروف. ان شاء الله اونها برنامه‌هایی هستن که در آتی ما داریم. پس ان شاء الله عزیزان عجله نکنن، چه عزیزانی که در روحانی با ما همراه هستن چه عزیزانی که در تجوید و حسن تلاوت میخوان به جمع ما بپیوندن. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم ان شاء الله به همراه شما عزیزان درس اول روحانی قرآن کریم رو آغاز میکنیم. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة سار في درب النبي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خانه های خود را قبرستان قرار ندهید، همانا شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره خوانده شود می‌گریزد. نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة سار في درب النبي. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى
وأقفوا طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اهل قرآن اهل الله و بندگان خاص او هستند. هلم فسر في ركاب الهدى أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. اوقات بازپخش برنامه رو هم مشاهده فرمودید. این شهرها باز بعد از برنامه هم میتونید اوقات بازپخش رو مشاهده بکنید و به هر حال در این برنامه به جز برنامه زنده که جمعه ها ساعت 4 به وقت مکه مکرمه و 4 و نیم به وقت تهران و ساعت 5 و نیم به وقت کابل پخش میشه و ساعت 6 به وقت دوشنبه و اسلام آباد، در روزهایی که مشاهده کردید روز یک شنبه و در روز دوشنبه و روز پنجشنبه هم میتونید در ساعت‌های مختلف این برنامه رو بازپخشش رو مشاهده بفرمایید. در زبان فارسی یک مزیت وجود داره برای عزیزانی که میخوان قرآن کریم رو روخانیش رو یاد بگیرن و اون مزیت هم تشابهه. الفبای فارسی با الفبای عربی است. حروف الفبای عربی، تمام حروف الفبای عربی در الفبای فارسی موجوده و این یک شانس موفقیت است و یک برگ برنده است برای همه عزیزانی که زبان فارسی رو بلدن و با ادبیات فارسی حداقل در حد نوشتن، با کتابت فارسی و خواندن فارسی آشنا هستن. این یک برگ برنده بسیار بزرگه و جای شکر داره که همه عزیزانی که فارسی بلد هستن باید الله تعالی رو شکر بکنن که حداقل یک مرحله نصف راه رو رفتن. یعنی اگه ما زبان چینی، الان مثلا زبان ما زبان چینی می بود یا الفبای ما الفبای چینی می بود با اون نقش و نگارهای عجیب و غریب، و یا حتی انگلیسی یا زبان‌های مختلف دیگری که در دنیا هست که هیچ نسبتی با زبان عربی نداره، واقعا کار برای ما سخت‌تر می بود و الحمدلله که این آسانی برای ما هست. ما الفبای فارسی رو احمد جان اگر تصویر لپتاپ بنده رو داشته باشید، حروف الفبای فارسی رو همونجوری که در تصویر می‌بینید، حروف الفبای فارسی 32 حرف است و آشنا هستیم همه ما با این حروف الفبا: الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خط دوم خ، دال، زال، ر، ز، ژ، سین، شین و خط سوم صاد، ضاد، تا، ظا، عین و غین، ف و قاف، کاف و گاف، لام، میم، نون، واو، ه دو چشم و یا. 4 حرفی رو که شما در این صفحه با رنگ قرمز می‌بینید ببخشید، این 4 حرف یعنی پ، چ، ژ و گاف. این 4 حرفی هستند که در عربی وجود ندارن. یعنی ما الفبای فارسی رو 32 حرف داریم. ممنونم احمد جان. ما الفبای فارسی 32 حرفه و الفبای عربی کمتر از این هست. الفبای عربی این 4 حرف پ، چ و ژ و گاف درش نیست. پس الفبای
عربی از یک بابت آسان‌تر از الفبای فارسی هست، چون این 4 تا حرف رو نداره. حروف الفبای عربی رو با هم دیگه می‌بینیم. حروف الفبای عربی با حذف اون 4 حرف این 28 حرف باقی میمونه، یعنی الف، ب، یعنی خب یک تفاوت دیگه حالا باز داره که مرحله بعد بهش میرسیم. در خود اسمای حروف الف، ب، ت، س، جیم، ه، خ و دال و زال و ر و ز و تا آخر، یا در زبان عربی وقتی که تنها نوشته میشه در آخر 2 تا نقطه زیرش میاد و این تفاوت با فارسی است. در کتابت اون مسئله است که باز ان شاء الله در خلال مصحف بهش میپردازیم. حروف الفبای عربی رو مشاهده میکنید. حروف الفبای عربی میبینیم که این 28 حرفی که اینجا هست عیناً همون چیزی که در فارسی ما داریم، یعنی چیز جدیدی اضافه نشده به الفبای فارسی، بلکه 4 حرف هم، یعنی حرف پ و چ و ژ و گاف رو در این حروف الفبای عربی عزیزان مشاهده نمی‌کنند. ممنونم حمید جان. و البته یک نکته دیگه که باید مد نظر ما باشه، پس حروف الفبای فارسی 32 حرف بود، حروف الفبای عربی 4 تا کمتر از حروف الفبای فارسی هست و اون 4 حرف پ و چ و ژ و گاف. یا سر هم می‌نویسن، بعضی میگن گچ پژ، به خاطر اینکه بیشتر در ذهن بمونه گچ پژ. این 4 حرف گ و چ و پ و ژ اضافه هستن. در الفبای فارسی ما برای هر کدوم از این حروف یک اسمی داریم. مثلا میگیم الف، ب، ت، ث، جیم، ه، خ، دال، زال و به این شکل ما پیش میریم. برای هر حرفی یک اسمی داریم. هر حرفی یک اسمی داره. اسم حرف متفاوت با تلفظ حرف. ما میگیم الف، اما وقتی که میخوایم بخونیم الف نمیخونیم دیگه، فقط ا میخونیم مثلا، یا آ میخونیم، یا ای با توجه به حرکتی که داره. و به جیم رو مثلا ما جیم رو وقتی میخوایم بخونیم، مثلا کلمه جدا، مثلا حرف کلمه جدا رو یک جیم داره، یک دال داره، یک الف داره. ما این رو وقتی میخوایم بخونیم میگیم جدا، نمیایم بگیم جیم دال الف. اما در عربی و علل خصوص در ادبیات قرآنی در مصحف بعضی وقتها بعضی از حروف با اسمشون خونده میشن، با همون اسمی که دارن ما به اسم حروف مقطعه میشناسیم، مانند الف، لام، میم در ابتدای سوره مبارکه بقره. و این میطلبه که ما اسم حروف رو در عربی هم یاد بگیریم، اسم حروف عربی. ما این تصویر رو اگر با هم ببینیم، در این تصویر بینندگان عزیز ما حروف الفبای عربی رو داریم. حروف الفبای عربی رو به همراه شما داریم که هر کدوم خط اول که با رنگ مشکی نوشته شده حروف خود حروف هستن. اونهایی که زیرشون با خط آبی میبینید، با رنگ آبی، خط دوم، اینها اسم حروف هستن. مثلا حرف الف، ا اسمش هست الف. اینجا حرف ا رو بالا داریم میشه الف. بعد با دومی با رو داریم، بعد ت رو داریم و ما ت رو ما در فارسی بهش میگیم ت، اما در عربی اسمش هست تا. ببینید الف، با، تا، سا، جیم، ها، خا، دال، ذال. این خط اوله. پس ممنون احمد جان. ما یک دقت بکنید عزیزان که پس میبینیم ما این حروف در عربی هر کدوم یک اسمی از خودشون دارن و این اسمهایی که در حروف عربی هستن نیاز است که ما این اسمها رو یاد بگیریم. یعنی هر اسمی رو، هر حرفی همون اسمی رو که داره اسمها رو یاد بگیریم، چون که در برخی از آیات ما نیاز داریم که تلفظمون دقیقاً بر اساس خود اسم حرف باشه. احمد جان اگه بتونید تصویر رو همینجور به من بدید که من اشاره ها رو هم داشته باشم روی حرف ها، که بیشتر روی این تاکید بکنیم. یک بار دیگه این صفحه رو با هم دیگه میبینیم. حرف الف رو که اینجا عزیزان مشاهده میکنید، این حرف ا اسمش هست الف در خط پایین. با، تا، بعد میرسیم به سا، ثا. آره ما زیاد روی تلفظ فعلا مخارج حروف حساسیت به خرج نمیدیم. ان شاء الله مرحله بعدی عزیزان اگر فعلا همون تلفظ فارسی رو میریم و تلفظ رو ان شاء الله بعدها روش باز مخارج حروف بیشتر صحبت خواهیم کرد. حرف جیم
الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال. اینجا تو این خط اول فقط با و تا و ثا و ح و خا فرق میکنه. یعنی ما تو فارسی هم همینا رو با همین اسم میشناسیم، ولی خب ب رو ما میگیم ب، با نمیگیم بهش. ت رو ما میگیم ت، تا نمیگیم. ث رو س میگیم، مثلا ح رو ه میگیم، خ رو خ میگیم، ولی در عربی اینها یک الف با آخرش اضافه میشه خا. بریم خط دوم. را، ما در فارسی بهش میگیم ر، در عربی را تلفظ میشه. و زا یا زای هم میگن، زا رو زای هم میگن بهش، زای و یا زا. سین در فارسی هم همون سین هست در عربی. در شین ما در فارسی هم شین اسمشو شین میگذاریم. صاد در فارسی هم همین اسم رو داره. ضاد در فارسی هم همین رو داره. تا ضا هم در فارسی همین اسم رو برش استفاده میکنیم و عین و غین هم که همین اسم دارن. پس خط دوم رو دوباره با هم میخونیم. را، ضا یا زای، سین، شین، صاد، ضاد، تا، ضا، عین، غین. اینها اسمهای حروف هستند. و در خط آخر هم فا، بازم مثل ب و ت و ث که ما ف میگفتیم یک الف اضافه میشه بهش. و قاف در فارسی هم ما قاف میخونیم. کاف رو هم همون کافه. لام هم همون تلفظ فارسیش هست. میم هم و نون هم همون عین اسم فارسی رو داره. و ها یک الف اضافه میشه و یا که در فارسی ما یه میگیم، اینجا یک الف اضافه میشه. پس ممنون احمد جان. ما زیاد تفاوتی در بحث اسم در عربی و فارسی نمیبینیم. یعنی فقط اونهایی که ما در فارسی داشتیم ب، ت، ث، مثلا ج، ه، ف، ی، اینها رو فقط یک الف اضافه میشه بهش، مثلا میشه با، تا، ثا و بقیه حروف سر جای خودش باقی هستن. این نکته اول. پس حروف الفبای فارسی 32 حرف است. حروف الفبای عربی که ما کل قرآن کریم بر مبنای این حروف نوشته شده، یعنی شما آیه پیدا نمی کنید که از این حروف اضافه از این حروف چیز جدیدی توش باشه. 28 حرف هستن. این 28 حرف کل الفباست، اصل اون خمیره اصلی کل آیات. به خاطر همین از اینجا شروع کردیم چون اینا اصلا ما اول بعد اینها رو بشناسیم، اسمشون رو بدونیم، بعد بیایم مرحله بعدی که حرکات اینها، حالا هر حرکت روی اینها قرار بگیره خود اینها چطور تلفظ میشه. پس قسمت اول بحثمون شد حروف الفبای عربی 28 حرفه. 4 حرف کمتر داره از حروف الفبای فارسی و همون 4 حرف پ و چ و ژ و گ هستن، یا همون گچ، پژ. این تعبیر عجیب و غریبیه اما خب تو ذهن میمونه. اینها کمتر هستن و هر کدوم یک اسم دارن. الف، با، تا، ثا، جا، جیم، ببخشید من همجوری دارم میرم دیگه، جیم، ها، خا، دال، ذال، را، زا یا زای، سین، شین، صاد، ضاد، تا، ضا، عین و غین، فا و قاف، کاف و لام و میم و نون و واو و یا و جیم و باز یادتون نره جا نبود و جیم بود. این حروف، اینها اسمهای حروف الفبای عربی هستن. خب یک فرقی که پس فرق اولی که الفبای عربی، کتابت عربی با فارسی داره اینه که کمتر. خب این یک مزیت. اما یک نقطه دیگه داره که کارو سخت کرده. اون کارو سخت کرده و تفاوت متن عربی، متن نوشته شده عربی با متن فارسی، علل خصوص مصحف. چون ما در متن‌های عربی عامیانه زیاد نمی‌بینیم حرکات روش گذاشته بشه الا ماشاءالله، اما در مصحف تمام حرف‌ها یک حرکتی داره یا به هر حال خالی از حرکت است که قواعد خاص خودش رو داره. وجود این حرکت روی حروف، هر صفحه از مصحف رو شما باز بکنید می‌بینید که روی هر حرف یک حرکتی هست، یا زیرش یا روش یک حرکتی هست که این حرکت‌ها باید اول ما اینها رو یاد بگیریم، ببینیم این حرکت‌ها به چه معناست و چه موقع چطور خونده میشه. اولین حرکتی که ما ان شاء الله در برنامه امروز به همراه شما عزیزان تمرین خواهیم کرد حرکت فتحه است.
حرکت فتحه، این تصویر رو با هم ببینیم. حرکت فتحه یا زبر هم بهش میگن، همون زیر و زبر کردن، در فارسی میگیم زیر و زبر شد. این زبر یعنی اون چیزی که بالا قرار میگیره. این حرکت فتحه است، اون خط سرخ پایین نشانه حرفه. این حرکتی است که همیشه بالای یک حرف قرار میگیره. حالا شاید به خاطر زیبایی نوشته گهگداری طولش بلندتر بشه یا کوچکتر نوشته بشه. حرکت فتحه یا زبر و به هر حال یا حرکت ا، هر حرکتی که اسمش رو شما بگذارید در جاهای مختلف اسمای مختلف داره. و فتحه به معنای باز شدن هست. فتحه از فتح گرفته میشه. مثلا ما وقتی که میگن یک جایی رو باز کردن، منطقی فتح شد، یعنی باز شد درهای اون به روی کسانی که به سمت اون منطقه رفته بودن. و مثلا خود کلمه افتح الباب در عربی زیاد استفاده میشه. برای کسی که بخوان در رو بگن باز کن میگن افتح، یعنی بازش کن. به خاطر این حرکت فتحه گفته میشه که در هنگام تلفظ حرفی که این حرکت روی اون قرار میگیره، دهان به سمت بالا باز میشه. مثلا به عنوان مثال این حرف اگر روی الف قرار بگیره میشه دهان به سمت بالا باز میشه، یعنی به سمت عمودی، به صورت عمودی دهان، قسمت بالای فک و قسمت پایینی فک به صورت عمودی از هم دور میشن و دهان به سمت بالا باز میشه و به اصطلاح افتتاح صورت میگیره و حرکت فتحه آغاز میشه، مخرجش و از دهان خارج میشه. پس یک بار دیگه ببینیم این حرکت رو. حرکت فتحه یا زبر، این حرکت اولین حرکتی است که ما باید روش دقت بکنیم. حرکت فتحه یا زبر، اون خط پایین جزء حرکت نیست. اون خط پایین نشانه یک حرفه و هر حرفی میتونه اون جای خط قرار بگیره. اون خطی که پایین هست یک حرف میتونه باشه از این 28 حرفی که ما خوندیم، به این معنا که این حرکت همیشه بالای این حروف عربی قرار میگیره. به عنوان نمونه اگر ما بخوایم این حروف رو در همین حرکت رو روی حروف الفبای عربی ببینیم چطور تلفظ میشه، برمیگردیم دوباره به الفبای عربی به همراه حرکت فتحه. تصویری رو که به همراه شما میبینیم حرکت فتحه رو بر روی تمامی این حروف نشون میده. حرکت فتحه یا زبر، حرکت فتحه یا زبر از حرف اول ب ت. چطور باید بخونیم؟ همین 28 حرفی رو که در الفبای عربی داریم، وقتی حرکت فتحه، الان تمام این حروف 28 تایی که شما تو جدول میبینید، این 28 حرف همه اینها 28 تا روشون فتحه قرار گرفته، یعنی حرکت فتحه رو به همراه خودشون دارن. هر وقت این حرکت، یعنی حرکت فتحه، روی یکی از این 28 حرف قرار گرفت، چطور تلفظ میشه؟ همون حرف با یک صدای تلفظ میشه. مثلا الف رو وقتی که روش قرار بگیره میگیم در هنگام تلفظ میگیم ب یا با، اسمش صحیح ترش در عربی. حرف با وقتی که فتحه روش قرار میگیره چطور تلفظ میشه؟ میشه ب. این تلفظ حرف با هست هنگامی که فتحه روش قرار میگیره. حرف تا به همین شکل ت و حرف بعدی ث. این تلفظ حرکت ثا هست و جیم همینطور ج. وقتی که جیم روش فتحه قرار میگیره میشه ج. شما هم به همراه من تکرار بکنید اون حروف رو، عزیزانی که با ما هستن در تمرین. جیم وقتی که روش فتحه قرار میگیره میشه ج. حالا چطور در کلمه خونده میشه بهش میرسیم ان شاءالله. تمرینات بعدی ما در همین حرف هست. حرف ه همینطور، حرف ه رو داریم. حرف ه وقتی که روش فتحه قرار میگیره میشه ح. حرف بعدی خا دال دال با فتحه میشه خط دوم اولین حرف. حرف بعدی ذال وقتی که روش فتحه قرار میگیره این گونه تلفظ میشه
ذ. حرف را میشه را. را. حرف زا یا زای به همراه فتح میشه ز. ز. زیاد نباید کشیده بشه، چون اگر زیاد کشیده بشه باز حالت مد پیدا میکنه در تمام این حروف. حرف بعدی سین به همراه فتحه این گونه تلفظ میشه س. س. حرف شین به همراه فتحه این گونه تلفظ میشه ش. ش. حرف صاد به همراه فتحه میشه ص. ص. حرف ضاد خط سوم، حرف ضاد به همراه فتحه میشه ض. ض. حرف طا به همراه فتحه میشه طا. طا. و همینطور ادامه پیدا میکنه. حرف ضا باز به همراه فتحه میشه ض. ض. عین به همراه فتحه میشه ع. ع. و حرف غین به همراه فتحه میشه غ. غ. حرف فا به همراه فتحه میشه ف. ف. حرف قاف به همراه فتحه میشه ق. ق. حرف کاف خط چهارم به همراه فتحه این گونه تلفظ میشه ک. ک. حرف لام به همراه فتحه میشه ل. ل. میم به همراه فتحه میشه م. م. نون به همراه فتحه میشه نه. نه. و حرف واو به همراه فتحه میشه و. و. حرف هی دو چشم به همراه فتحه یا ها، حرف ها به همراه فتحه میشه ه. ه. و حرف یا به همراه فتحه میشه ی. ی. این حروف الفبای عربی بودند به همراه فتحه. 28 حرف به همراه فتحه یا زبر یا ا. پس یک بار دیگه مرور میکنیم آنچه که آموختیم. الفبای عربی 28 حرف هستند. این 28 حرف وقتی که حرکت فتحه، اسم حرکت فتحه است و همیشه بالای حرف قرار میگیره، بالای حروف قرار میگیره، همیشه به این میگن فتحه. به خاطر اینم گفتیم میشه فتحه که هنگام تلفظ این حرف دهان باز میشه به سمت بالا و نحوه تلفظش رو هم گفتیم. این اولین حرکتی است که باید در حرکات صدادار ما مد نظر ما باشه. حرکت فتحه درس اول امروز است. یک میان برنامه کوتاه میبینیم، برمیگردیم تمرین های خودمون رو در این باب با شما عزیزان شروع میکنیم و اینکه نمونه هایی رو با همراه شما شروع میکنیم از کلمات قرآنی که با حرکت فتحه خونده میشن. جملاتی رو، کلماتی رو برای شما عزیزان انتخاب کردیم که تمام حروفشون فتحه دارن و نحوه قرائت اونها رو به همراه شما شروع میکنیم بعد از انشاءالله یک میان برنامه. و اما من درخواست من از همه عزیزانی است که با تمرکز و با دقت درس ها رو پیگیری بکنید. بعد در تمرینات هم به همراه ما تمرینتون داشته باشید که انشاءالله بتونیم به اون هدفی که داریم برسیم. همراه ما باشید همچنان با روخانی قرآن کریم. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه. ونعانق رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه از خانه‌های الله گرد هم نمی آیند
و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر این که آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. الله را شاکریم از اینکه عمر این فرصت رو نصیب کرد. الله تعالی این فرصت رو به ما داد تا در روخانی قرآن کریم همگام بشیم، افتخار همراهی شما نصیب بشه با ما و خودمون رو از خوبان بگردانیم. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گیرد و به دیگران یاد دهد. واقعا سعادت است آموزش قرآن کریم و بدون شک طبق فرموده رسول صلی الله علیه و سلم جمعی که به خاطر قرآن کریم گرد هم بیان فرشتگان اونها رو دوره میکنن و چه جمع زیبایی است. جمع ما برای یادگیری و تعلیم قرآن کریم. آیا محفل تعلیمی، محفل آموزشی زیباتر از محفل قرآن یافت خواهد شد؟ هرگز یافت نمیشه. حرکت فتح اولین حرکتی بود که به همراه شما عزیزان باش آشنا شدیم و بر روی حروف قرار میگیره و روی هر حرفی که قرار گرفت یک صدای ا به اون اضافه میشه. مثال هایی رو برای شما عزیزان آماده کردیم، به همراه شما شروع میکنیم تمرین در حرکت فتح رو. این تصویر رو با هم دیگه میبینیم. در تصویری که پیش روی شما عزیزان هست، ما در این تصویر چند حرف رو ما داریم. از این حرف اول، اگر من موس رو بیارم روی این حرف، بله، این حرف اولی که بالا سمت راست داریم، الان حرکت موس من روی این هست. این کلمه رو به همراه شما عزیزان میخونیم. دقت بکنید روی نحوه تلفظ. یکی یک. برای خوندن بهترین حالت اینه که اول اینا همه حرکت هایی که ما انتخاب کردیم، همه این حروف و این کلمات همشون حرکت فتحه دارن، همشون حرکت فتحه رو دارن و حالا همون جوری که در الفبا ما تلفظ کردیم همینجوری تلفظ میشه. فقط یک فرقی که داره، اینا یک کلمه شدن، اینا تنها نیستن، کنار هم هستن. دوباره میریم سراغ تصویر و خب شروع میکنیم از کلمه اول. کلمه اولی که هست اینجا روی تصویر شما دقت بکنید. روی تصویر حرف اولی که بالا کلمه اولی که هست را، ز، ق. با من تکرار بکنید شما به همین شکل. را، ز، ق. رزق، رزق. یه بار دیگه. را، ز، ق. را، ز، ق. رزق. ببینید اول همیشه اینو مد نظر بگیرید عزیزان که یکی یکی هر حرف رو تلفظ کنید، بعد یکم سرعت رو بیشتر کنید، اینها رو به هم بچسبونید. حرف بعدی رو شروع میکنیم. کلمه بعدی ر، ا، ف. را، ا، ف. رأف، رأف. این حرف را، ا، ف. کلمه را، ا، ف. رأف، رأف. بعدی را، ا، س. را، ا، س. رأس، رأس. اول حرف به حرف، بعد یک کمی سرعت رو بیشتر میکنیم و اونا رو به هم میچسبیم. کلمه بعدی را، د، ع. را، د، ع.
رادع رادع رادع. اگر در مخارج حروف حرف عین در فارسی و عربی مخرجش فرق میکنه زیاد، فعلا در ابتدا به این مسائل زیاد خودتون رو ناراحت نکنید، ان شاءالله جلوتر بهش میرسیم. اول روخانی را بیفته، بعد میریم تو مخارج حروف و تجوید. بعضی‌ها هم اگر احیانا دیدن که ما در این مسائل زیاد سخت نمیگیریم، برای ما خورده نگیرن، چون ما از ابتدا از روخانی هدف مد نظر ما است. در ابتدا همونجوری که در ابتدای برنامه گفتم روخانی است، بعد مخارج بعدن. کلمه‌ای که خوندیم رادع رادع. کلمه بعدی رازم 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 رازم. اینم وقتی که سر هم بخونیم. بریم خط بعدی. ز را ع ز را ع زرع زرع. حرف بعدی، کلمه بعدی ذ را ق ذ را ق ذرق ذرق. کلمه بعدی ذ را ا ذ را ا ذرا ذرا. این هم از این کلمه. میریم که سراغ کلمه بعدی ذ را ف ذ را ف ذرف ذرف. کلمه آخر خط دوم و ز نه و ز نه وزن وزن وزن. به کلمه نگاه کنید، اون زیرنویس رو فعلا بگذارید بعداً بخونید. توی تمرین اونجا نوشته الفبای عربی و حرکت فتح، چیز خاصی نداره. شما می‌ذارید این زیرنویسا که میاد حواس شما اونجا جمع بشه، حواستون به این کلمات باشه که ان شاءالله با هم بریم. کلمه بعدی خط سوم، کلمه اول د ا ب د ا ب د ا ب د ا ب. اول یکی یکی میخونیم، بعد با هم دیگه بس میکنیم. د را ج د را ج دراج دراج. خیلی ساده است. اول یکی یکی، بعد به یک صورت بیشتر کنار هم دیگه. کلمه بعدی د ا م د ا م دعم دعم. بریم سراغ کلمه بعدی د را ا د را ا درا درا. کلمه آخر د را س د را س دراسه دراسه. به همین راحت. اینا کلماتی است که همشون با فتحه بودن و همشون هم تمام حروفشون فتحه داشتن. این تمرینی بود که حرفها از هم دیگه، کلماتی که حروف از هم جدا بودن. اما تمرین بعدی حروفی که از هم دیگه فاصله دارن. بریم سراغ تمرین بعدی. و اینها کلماتی که از هم جدا بودن، خب ساده تره خواندنش. کلماتی که جدا هستن، همه این کلماتی که دیدید حروفشون به هم چسبیده نبود، یعنی حروف به شکلی کنار هم قرار گرفتن که نیاز نبوده به هم بچسبن. اما احیانا حروف میچسبن به هم و میدونیم که وقتی حروف به هم میچسبن کمی شکل کتابتشون هم فرق میکنه با توجه به شکل کتابتشون در خود الفبا. مثلا عین یا سین یا نون، حتی خ یا خا به تعبیر عربی بگیم دیگه اسما رو، خا یا با یا تا یا سا، همه این حروف وقتی که میچسبن خود کاف، خود لام دیگه، اون حرکت های آخرشون مثلا اون کشیدگی یا اون دایره نیم دایره که در خود لام یا نون یا قاف میبینیم، اونها رو ما در چسبیدن به کلمات دیگر نمیبینیم. نمونه های دیگری رو
نمونه هایی رو که مشاهده میکنید، تصویر رو با هم ببینیم. محمد جان، این حروفی که اینجا میبینید، حروفی که در این تصویر میبینید، این حروفی هستن که اینها به هم دیگه چسبیدن. این همون حروف، این قسمت فرش سبز رنگی که سمت راست هست، همون حروفی هست که سمت چپ روبروشون هست، اما اینها رو ما به خاطر اینکه راحت تر تلاوت بشه، راحت تر بتونیم اینها رو ما یاد بگیریم، از همدیگه جدا نوشتیم که به همین شکل تمرین قبلی اول یکی یکی اینها رو تلفظ بکنیم، بعد کلمه رو به شکلی که سر هم هست تلفظ بکنیم. خب کلمه اولی ا س را، ا س را. دقت بکنید یه بار دیگه، ا س را، سر همش میشه اسرا، اسرا. همین سادگی، یعنی یه بار جدا جدا میخونیم بعد سر هم. کلمه بعدی صا با را، صا با را، سر هم که بخونیم میشه صابرا، صابرا. کلمه بعدی نه صا را، نه صا را. وقتی که سر هم خونده بشه میشه نصارا، نصارا. کلمه بعدی رو داریم ک را ما، ک را ما. اگه سر هم بخونیم میشه کارامه، کرامه، کرامه. حرف بعدی، کلمه بعدی و ع د، و ع د که سر هم چسبیده میشه و عده، و عده. این یک نمونه تمرین از تمرین هایی بود که به همراه شما عزیزان داشتیم و فرق نمیکنه، یعنی کلمات چه به هم چسبیده باشه چه هم جدا باشه، فقط کافیه که ما این کلمات رو یکی یکی از هم دیگه تفکیک بکنیم اول، بعد کنار هم بچسبونیم. این کلماتی که ما استفاده میکنیم همش همون درس امروزمونه که درش فتحه استفاده شده، یعنی همه حروف بلا استثنا با فتحه هستن. یک تمرین دیگه هم داشته باشیم در همین کلماتی که به هم چسبیده هستن. تصویر بعدی رو میبینیم. غ ف را، غ ف را. وقتی که سر هم بخونیم میشه غفر، غفر، غفر. سر هم بخونیم میشه غفر، غفر. کلمه بعدی و ق ع. این عین ما یکم این فتحش چسبیده به کله عین، این رو شما برام خورده نگیرید که این بالاتر بعد می‌نوشته. و ق ع، و ق ع، وقع، وقع. یک دقت بکنید اینجا ببینید که مثلا قاف، این قافی که ما اینجا جدا نوشتیم در اصل یک دایره این زیرش هست. خب اینو به خاطر اینکه اینجا وقتی وصل میشه دیگه اون دایره نیست، اینو عزیزان من اشاره نمیکنم چون مبنای ما بر این بود که همه عزیزان در فارسی هم کتابت فارسی رو بلد هستن، عیناً همین قواعد در فارسی هم اجرا میشه. کلمه بعدی ک ت ب، ک ت ب، کتب، کتب. کلمه بعدی ض را ب. اینجا کمی کم رنگ این حرکات فتحه شاید برای شما واضح نباشه، ان شاءالله در صفحات بعدی دقت بیشتر میکنیم برای این. ض را ب، ض را ب، ضرب، ضرب. کلمه بعدی ب ع ث، ب ع ث، بعث، بعث، بعث. این جداش هم همون بعث، بعث. این هم یک تمرین دیگه از این صفحه. یک تمرین دیگه هم با همراه شما داشته باشیم در همین کلماتی که به هم دیگه چسبیده هستن و چند تمرین دیگه هم داریم. بعد انشاءالله به همین قدر اکتفا میکنیم و باز با شما عزیزان همچنان تمرین در این باب
ادامه میدیم. این دفعه صدای شما رو میشنویم. خب صفحه بعدی رو هم ببینیم. س ک ت س ک ت سکت سکت سکت. همون، فقط کمی سریعتر خونده میشه. سکت. کلمه بعدی و ه ب و ه ب وهب 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 وهب. کلمه بعدی قاتل ببخشید قاتل قاتل قتل قتل قتل. کلمه بعدی که این کاف فتحش چسبیده به کلش اینجا، همین رو شما مفتوح در نظر بگیرید، کمی کم رنگ شاید دیدنش. ک ش ف کشف کشف ک ش ف کشف کشف. کلمه آخر خ ل ق خلق 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 خلق. اینها نمونه هایی از تمرین های حرکت فتحه بود و فکر میکنم که کاملا دیگه عزیزان نحوه تلفظ حرکت فتحه رو آشنا شدید باش که چگونه در کلمه ما میتونیم حرکت فتحه رو تلفظ بکنیم. خلاصه آنچه گفته شد این بود که حروف الفبای عربی 28 حرفه، 4 حرف کمتر از الفبای فارسی و حرف پ، چ، ژ و گاف به ترتیب الفبا اگه بریم و غیر ترتیب رو به هم بزنیم گچ، پژ. این 4 حرف در الفبای عربی نیستن و حرکت هایی که در عربی شاید بیشتر همین مشکل روحانی بر عزیزانی که فارسی خوندن بلد هستن نمیتونن، باز هم احساس میکنن که راحت نیستن در تلاوت قرآن کریم و مشکل دارن در روحانی یا اصلا روحانی بلد نیستن یا اینکه مشکل دارن عدم شناخت این قواعد، این حرکات، این نشانه هاست، این نشانه هایی که روی حروف یا زیر حروف قرار میگیره و ما سعی داریم ان شاءالله مرحله به مرحله به همراه شما عزیزان با این حروف، با این حرکت ها، با این نشانه ها آشنا بشیم و نحوه تلفظ اون رو در کلمه پله پله به همراه شما عزیزان بریم تا این مشکل رو از ریشه حل بکنیم ان شاءالله. و حرکت فتحه رو گفتیم که اولین حرکتی که در درس روحانی قرآن کریم به همراه شما عزیزان یاد گرفتیم حرکت فتحه حرکتی است که بر روی حروف قرار میگیره. به شکلش هم دیدیم که یک حرکت فلش کجی هست که روی حروف قرار میگیره. این حرکت اسمش فتحه است یا در بزرگا و مادر بزرگای ما بزرگترها میگفتن زبر یا بعضی زبر میگن، اصلش زبر باید باشه، زیر و زبر کردن یا زبر. به هر حال زبر یا فتحه این حرکتی هست که روی هر حرفی قرار میگیره. دهان به سمت بالا باز میشه به صورت عمودی، دهان باز میشه و حرکت ا تلفظ میشه، اضافه میشه به خود اسم حرف و در کلمه هم برای خواندن کافی است که کلمات رو یکی یکی به هم دیگه تلفظ بکنیم تا بتونیم که اون حرف رو به همراه شما عزیزان ما راحت مخارجش رو هم بعداً ان شاءالله یاد بگیریم. نمونه هایی رو که به همراه شما عزیزان گفتیم به همین سادگی کلماتی که بود به همراه شما عزیزان خواندیم.